هفته آینده سازمان جهانی تندرستی هدف دارد هیئت‌های خود را به تاجیکستان و ترکمنستان فرستد. روز پنجشنبه رئیس سازمان جهانی تندرستی در منطقه اروپا در این باره اظهارات داد. ما باید خطا نکنیم. ما در میان آب پرتلاطم هستیم و کار را به همین منوال باید مدت ادامه دهیم. از 10 کشور جهان که در 28 ساعت گذشته شماری از همه بیشتر گرفتاران نوی کووید 19 را به قید گرفتند، 6 کشور در قاره اروپا است. من از همه کشورها دعوت میکنم استراتژیایی را که پیش راه این ویروس را میگیرد جدی گیرند. اشاره کلوگ برای فرستادن یک هیئت ویژه سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان در حالی است که مقامات کشور اصرار می‌ورزند در تاجیکستان یگان شخص به کووید 19 گرفتار نشده است. اما مرگ مرموز چند نفر از بیماری‌های به مثل پنیومونیا، التهاب شش و بیماری‌های دل شبهه ساکنان را به بار آورده است. در عرفه سفر هیئت سازمان جهانی تندرستی گلینا پرفیلی و رهبری نمایندگی این سازمان در تاجیکستان که تاکنون به تکرار میگفت در تاجیکستان کرونا ویروس نیست، در مصاحبه با نشریه کمرسنت میگوید به نتیجه های سنجش در تشخیصگاه های تاجیکستان مطمئن نیست و نمیتوان قاطعانه گفت که یگان موردی سرایت یابی وجود ندارد.